نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. محترم من جناب. دارم دستم در. فهمیدم 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبان خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی دروغ میگوی، ختم نکرده ای. کنسولش بله بله ختم نکرده ای، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردم برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندانی رهبر دولت میزنی؟ همین کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه کار در قبول کردن؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه. سلام نمیکنه حتی. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ نه محترم. قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کبودی نداری؟ دارم همین میره ارزت میشه گم میشه. همین کاری که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری؟ نه کم از 15 است. پولای خارجه برآورده کردم گردونی. خوب شد محترم. شد. اکثریت را برای منگذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بود جن میشون؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ صدها میلیون میلیارد رفته ایستاده است. دیگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز میکنه، 700 تومان میگیره.